بفرمایید. مدرک شما به کار ما نمیاد. فوق لیسانسی، دکتری. خب اگه لیسانس ارزش نداره برای چی اصلا میدن؟ خیلی ساده است. چون تا لیسانس نباشه فوق لیسانس نیست. یعنی من اگه فوق لیسانس بگیرم حله؟ اگه تا اون موقع فقط مدرک دکتری مورد نیاز نباشه. کلا 8 مسابقه کار داری میخوای استخدام شی؟ بله. ما زیر 5 سال اصلا فرم مراجعه کننده نمیدیم پر کنه. خب یکی که میخواد تازه شروع کنه اون 5 سال اول باید چیکار کنه؟ کار. پای حقوقا رو دارین چقدره؟ بستگی به مدرکش داره. دکترا 2 تا 2.5. ماها 1.200. شما مدرکتون چیه؟ من فوق لیسانس. دلم واسه کسایی میسوزه که این همه سال درس خوندن، پشت کنکور موندن به خیال اینکه دانشگاه قبول بشن و بعد از لیسانس گرفتن یه شغلی پیدا کنن با یه حقوق خیلی بالا، در حالی که از این خبرها نیستش. من خودم فارغ التحصیل بهترین دانشگاه ایران هستم که بعد از 4 سال درس خوندن بهم نهایتا حقوق 20 میلیون تومان رو پیشنهاد دادن، در حالی که همین الان تو خونه با روزی 3 ساعت با همین گوشی تو دستم دارم مثبت 100 میلیون تومان پول در میارم. مسیری که نه تنها من، همه میتونن به این درآمد برسن بدون نیاز به هیچ سرمایه و تجهیزات و مدرک تحصیلی. فقط کافیه که پیجم رو فالو داشته باشی، عدد 7 رو کامنت بکنی. مسیری که خودم رفتم رو رایگان بهت میگم تا تو هم به درآمد برسی.